همونطور که میبینید اینجا تراک استاپه. دیگه اونا راننده هایی که بخوان شبا بمونن اینجا پارکینگ مجانی دارن. اینجا هم که یه دونه فروشگاه کوچیک داره که همه چی توش هست. بریم داخلش یه دونه قهوه بگیریم. اینجا یه قهوه بگیریم. آبش یه دستشویی بریم دست صورتی آب بزنیم. هات داگ هم دارم. 3 تا سایز قهوه مالش رو برمیداریم. این دستگاه خداوکیلی خیلی خوبه. کلمبیا شو کلمبیا سمال لیو دیزل. خودش قهوه رو برمیداره خورد میکنه. اینجوری توف میکنه بیرون. یه ذره از اینم شیر بهش میزنیم. تازه بیدار شدم هنو ویندوز هم بالا نیومد. شکرهای قهوه‌ای با چی هم بزنیم؟ همزنش بود. خب کیک این بزن اینه باید دارم خوبه. اینجا هم جایگاه سوخت بشه. منم 10 تا جایگاه سوخت داره. چون یکی هم پیترولت 389 تو مال من هم یه پولیشی میخواد. همش مات شده انقدر پولیش نخورد. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به قسمت دوم. همونجور که دیدید صبح بلند شدم رفتم قهوه‌مو گرفتم. شاید وسط سوال شده باشه که همیشه تو جاده ایم چجوری مثلا حوصله‌مون سر نمیره و فلان. کل چاره‌اش این تبلته. وقتی که مسیر صافه مثل اینجا میشینم یوتیوب میبینم. یوتیوب که میبینم آقای بنیامین. اینجوری سرگرم میشیم دیگه. یه ذره یوتیوبرهای دیگر هم نگاه میکنیم. یه چیز جالب راجع به این شهر اینجا اسم شهر اسم ویده. WEED. نمیدونم اینجا قدیما وید میفروختن. چرا اسمش ویده نمیدونم ولی جالب بود گفتم بهتون بگم. بالاخره رسیدیم اورگن. کاپوتو نگاه تا فردا کاپوته. یه شیب 6% داره اینجا. داره با 34 مایل بر ساعت داره میره بالا تو اورگن. Welcome to Oregon. سی و هفت دقیقه دید موتور نترکه. سی و هفتش تون بار 37 تا داره میره. به نظرتون چقدر میشه به کیلومتر؟ 50 تا 60 تا؟ خب الان وقت گازوئیل زدنه. گازوئیلمون چراغش روشنه. خب این دوتا خطا رو ببینی، یکی قرمز یکی هم هایلایت سفید داره. قرمز مال باک سمت راست، چپی مال سمت چپ. روش هم نوشته 1 و 2. سمت راستی دیگه تقریبا خالیه، چپی هم داره تمام میشه.
الان وایستادیم اینجا. زایی رو زدیم، نهار و شاممون همه رو خوردیم. بچه اینجا چه ارتفاعی داره. اینجا پورتلند اورگن. یه کم کم داریم وارد واشنگتن میشیم. یه رو دیگه وارد واشنگتن میشیم. کل 3 طبقه 2 طبقه است. تابلو خوش آمدید واشنگتن. خب بالاخره بعد از 13 ساعت، نه آره 13 ساعت رسیدیم. ساعت 7 صبح نوبت دارم که بارو خالی کنم. از تا فردا روز سوم. خب ما رسیدیم اینجا دیشب. الان باید بریم بارو خالی کنیم. در شماره 325 باید شماره در رو پیدا کنم. بریم در تریلر رو باز کنیم. در شماره 325 هم اینجاست، بغل این تریلره. یه تنها بوکسر زدن باش. اینه پنیر برید. نه خورد. آب میوه است. لاستیک ها رو یه ذره بدیم بره عقب. خب تریلر رو پارک کردیم روی در شماره 325. چراغش هم سبز شده. محض اینکه قرمز شد یعنی دارن خالیش میکنن. و وقتی هم قرمزه به هیچ عنوان نباید تریلر رو از رو در برداریم. یعنی احتمال داره یکی داخلش باشه، در باز باشه بیفته. بریم ورقا رو بدم به اینجا که شروع کنم بارو خالی کردن. بارو زدن خالی کردن. الان باید 3 ساعت برونم برم یه جا دیگه بار بزنم. بار سیبه. این سگه پارس کرد یهو ترسیدم. شیطه چه پارس میکنی؟ رسیدیم اینجا سطحونه سیبه. سیبای درجه 3 رو اینا برمیدارن میفرستن به واسه کالیفرنیا که واسه چی میگم بهش کمپوت و آب میوه باش درست میکنن. الان بریم اینجا بارو برداریم. چرا ماشین میاد الان؟ 3 ساعت رانندگی کردم تا رسیدم اینجا. اینجا هم تقریبا جنوب واشنگتن میشه. یعنی از غرب اومدم سمت مرکز، جنوب مرکزی میشه. خلاصه الان اینجا بریم بارو برداریم. من لاستیکا رو تازه واکس زدم. اینجا هم خاکیه. الان چیکار کنیم؟ از این قسمت سیمان زدم زور بریم. بار ما رو بزنیم بریم. درهای تریلر رو باز کردم. لاستیکارم کشیدم عقب. این زنجیرم بندازیم. تا اینا دارم بارم میزنم من برم ناهارم هم بخورم که دیگه معطل ناهار خوردنم نشه.
یخچالم وقتی که بارو زدن تمام شد در رو بستم موقع یخچالم روشن میشه. نذاشتن نهار بخوریم. سر جنگی بارو زدن. این در تریلر رو ببندیم، لاستیکا رو هم بکشیم جلوتر، بعد بریم باسکول. سیبای درجه 3 هم زدن. دوباره ماشین رو وزن کنیم ببینیم وزنش همه چه خوبه که را بیفتیم بریم. و همونجور که میبینید همه چیز زیر 34,000 پونده، 33 تا 32 تا. بچه این ور الان که من داخلش هستم واشنگتونه. این پولو بذاره کنم، این پولو رد میکنی میری تو اورگن، ما بینشون این رودخونه است. یه 2 ساعتی میشه الان وارد کالیفرنیا شدم. یکی از سختی های رانندگی اینه که اگه یادتون باشه امروز من ساعت 6:30 صبح بود بیدار شدم. الان ساعت 12 شب هنوز ما نخوابیدیم، من نخوابیدم. سختی های راننده تریلی بودن دیگه. چند ساعت من بیدارم، من سر کارم. ساعت 12 شب داره میشه. یه دونه استراحتگاه فکر کنم یه 10 دقیقه دیگه جلوتر هست، اونجا برم دیگه شب و اونجا بخوابم تا فردا. خوش اومدید به روز 4. امروز دیگه میرسیم به مقصد. این بار رو تعمیر میدم، این تریلر رو میذارم، یه تریلر دیگه برمیدارم. اگه تا اینجا اومدید با من همراه بودید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. دمتون گرم. خب آماده بشیم بریم. از اینجا بردارم ورقای مال بار سیبه. اینم که آماده است. دیشب دم این رستریا که همون استراحتگاه میشه تو ایران، دیشب هم اینجا خوابیدم. دیگه داخل نیومدم چون میدونستم دیشب دیگه میرسیدم داخل جا نبود. همین بیرون دیدم جا هست، همینجا وایسادم. حالا بریم داخل، دست و صورت یه آبی بزنیم، یه اشکی بریزیم، بعد را بیام. قسمت سواری و قسمت تریلیا همه جداست. این سواریا تو ویدیو دیده بشه این ور پارک میکنن، تریلیا اینجا پارک میکنن. هنوزم جا نیست. ببین ای خدا، یه دونه جا اینجاست، ایوان یه دونه جا اینجاست. یواش یواش. خب برم یه دست و صورتی آب بزنم برمیگردم.
قبل از اینکه راه بیافتیم بریم یه لاستیکا رو نگاه بندازیم. بچه یه چیز جالبم راجع به این لاستیکا بهتون بگم، اینا خودشون باد میشن اگه میخی چیزی داخلش باشه خودشون باد میشن. ایستادیم اینجا یه قهوه دیگه برداریم، اون دفعه میدیوم برمیداریم چون دیروز نخوردم، کمبود کافئین دارم. چرا اولش توپ میکنه؟ کافه سالم داره، آب میوه از این نوش مکان داره. قهوه اینا حاضره، بریم همش بزنیم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. یه نکته خیلی مهمی بهتون بگم، من ویدیو قبلی رو که گذاشته بودم کلی کامنت های مثبت، کلی انرژی مثبت گرفتم، پس از این به بعد سعی میکنم ویدیوهامو کیفیتش رو بیارم بالا، توضیحات بیشتری راجع به تراک و اینا بدم. و اینکه دمتون گرم که چنل رو سابسکرایب کردین، لایک میکنید و نظراتتون بهم دوباره بگین که چی میخواید. یادتون نره این سه شنبه یعنی هفته بعدی که میاد قرار ریویو تراک رو بذارم، یعنی تراک رو بهتون توضیح بدم، از لحاظ موتوری و گیربکس و اینا رو همه رو بهتون توضیح میدم، از داخلش هم واسهتون ویدیو میگیرم. پس تو ویدیو بعدی رو از دست ندید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.